به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. روزی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در میان صحابگان نشسته صحبت داشتند. ناگاه زید ابن ثعلبه که از دانشمندان یهود بود داخل مسجد شده صفهای صحابگان را عبور کرده به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. سپس گستاخانه دامن لباس مبارک آن حضرت صلی الله علیه و سلم را گرفته به این طرف و آن طرف کشید و فریاد برآورد: قرض مرا ادا کن ای محمد صلی الله علیه و سلم. شما قبیله بنی هاشم در ادا کردن قرض وعده درست ندارید، یعنی وعده خلافید. و این سخنان را در حالی گفت که زمان وعده پرداخت پول پر نشده تا مهلت وعده شده چند روز دیگر باقی مانده بود. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه که آنجا حاضر بود خشمناک شده شمشیر را از غلاف کشید و از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه قتل آن را خواست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عمر رضی الله عنه گفتند: ما تو را به این دعوت نکرده ایم که هر کس گناهی کرد با قوه قهر متوسل شوی. تو می باید که به این کس به خوبی فهمانی که قرضش را مؤدبانه طلب نماید. آن مرد یهود که این همه ملایمتی و جان مردی رسول الله صلی الله علیه و سلم را مشاهده کرد چنین گفت: ای محمد صلی الله علیه و سلم، قسم به خدا که تو را به حق فرستاده است. من نیامدم که از تو قرض خود را طلب کنم، بلکه برای امتحان کردن اخلاق تو آمدم و من میدانم که وعده ما هنوز پر نشده است، لیکن من تمام اوصاف پسندیده و اخلاق حسنه تو را در تورات خواندم. همه آنها را در اخلاق و زندگی تو دیده بودم، فقط یک صفت ناسنجیده مانده بود. من باری تجربه نکرده بودم که در حالت غضب خود را اداره کرده میتوانی یا نه. حالا برایم روشن شد که در وقت شدت جهل جاهلان ملایمتی و جان مردیت افزوده می شود. میخوام به من کلمه عرضه کنی تا مسلمان شوم. همین طور آن مرد یهودی مفتون اخلاق حمیده رسول الله صلی الله علیه و سلم گشته به صف مسلمانان پیوست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که البته غضب از شیطان است و بیشک شیطان از آتش است. البته خاموشی آتش باعث آب بدان می شود. پس نفر از شما غضب نماید باید طهارت بکند. پدران و مادران و برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند در اون نافهمی که بین برادر و خواهران شمایان وا میخورد کوشش کنین غضب نکرده، عقل را از دست نداده با هم دیگر با سخن شیرین معما را حل کنین. امروز بعضی از مردم عادت کردند که یک معمای کوچکی را با هر خیلی راهی نوبکاری و جنگ و جدال حل کرده یکی خانه دیگری را می‌رزاند و یکی خانه دیگری را ویران می‌کند. برادر و خواهر اهل اسلام من، به حرمت خداوند از اهل صابران باشو. در پستی و بلندی زندگی صبر کرده و زینهار خدا به دست شیطان آماده نساز. یعنی وقتی تو به غضب میافتی از این شیطان بسیار فایده میبرد و سخنهای کفاری و سخنهای غیر شرعی را به زبان تو میارد. پس از این لحاظ تو کوشش نما تا برای هر یک حل معما اولا از خدا مدد پرس و با برادران و خواهران خود با شیرین سخن معمای پیش آمد را حل نما. و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. برادران و خواهران اهل اسلام من، اگر در وقت گفتن این قصه اگر به یک خطاگی راه داده باشم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را از اهل صابران و از اهل بنده های با ایمان و با تقوا نصیب و روزی گردانه و از راه خطا و از کار خطا، از زناکاری و از بدکرداری و بدرفتاری در حفظ و حمایت خود نگه داشته آخر دیگه هر یک ما و شما را به خیر گرداند. حسبنا الله و نعم الوکیل. بسم الله توکلت علی الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي